الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردان نهایت عزیز، خدا کنه همتون خوب و صحتمند و سرحال باشین و شاگردانی که در صنفم با ما حضور دارن خوب و صحتمند باشن. خوب هستین شاگردا؟ بخیر آمدین؟ بله. بسیار خوب. امروز تعلیم تربیت اسلامی صنف هفتم درس 36 صفحات 100 الی 101 کتابتان هست. بسیار زود دقت بکنین تا ای که موارد جدید هم یاد بگیرین و قبل از او یک مرور به درس گذشته خود هم داشته باشیم که ما در درس گذشته روی کدام موضوعات صحبت کردیم. و درس گذشته ما در رابطه به ایمان و ثبات بود که در رابطه به این درس لفظ عربی حدیث بود خواندیم، معنای کلمات را خواندیم، آشنایی با راوی حدیث بود و حکمت و فواید درس را هم خواندیم و اینکه ایمان و ثبات چقدر نقش مهم را داره هم صحبت کردیم. و در رابطه به اینکه گفتیم اگر ما صبر و استقامت می داشته باشیم، نظر به مو صبر و استقامت ما الله متعال بر ما اجر هم نصیب میکنه و زمانی که ما با مو استقامت صبر رو پیش میریم، پس به هدف اصلی خود که رسیدن به الله متعال و نزدیک شدن به الله متعال هست را هم میرسیم. و زمانی که ما صبر میکنیم، این صبر خودش جز از ایمان هست و با صبر میتونیم که هر نوع مشکلات خود را حل بسازیم و میتونیم که انسانهای موفق هم باشیم. در رابطه به ایمان و ثبات صحبت کردیم که در درس گذشته هیچ موضوعی باقی نمونده که حرف نزده باشیم. همه موضوعات حل شد و حال هم تعلیم تربیت اسلامی صنف هفتم درس 36 صفحات 100 الی 101 کتابتان هست. بسیار زود دقت کنین، کتابچه‌تون رو با خودتون داشته باشین، نکات را که نمیفهمین هم یادداشت بکنین. و درس جدید ما پرورش یتیم هست و در این درس موضوعات را هم میخوانیم که این بحث هست. لفظ عربی حدیث هست، معنای کلمات هست، معنای حدیث شریف هست، حکمت حدیث شریف هست که در این درس بر ما چی را یاد میده. موضوعات است که در درس میخوانیم و متوجه درس باشیم. لفظ عربی حدیث هست در رابطه با پرورش یتیم براتون میخوانم، دقت بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. عن سهل بن سعد رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال: قال أن وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. رواه ابو داود. لفظ عربی حدیث بود که براتون خواندم، یک بار دیگه هم میخوانم، دقت بکنید. عن سهل بن سعد رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. رواه ابو داود. و لفظ عربی حدیث را هم فهمیدین، خدا کنه که مشکل باقی نمانده باشه. در قسمت معنای کلمات هم بفهمیم که این کلمات چی معنایی را بر ما میرسانه. الیتیم، طفلی که یکی از والدینش را و یا هر دوش وفات کرده باشه، یا پدر و یا مادرش. الیتیم، طفلی که یکی از والدینش و یا هر دوش وفات کرده باشه. کافل، سرپرست و پرورش دهنده یتیم. کهاتین، مانند این دو انگشت. و قرن بین اصبعیه، دو انگشت خود را نزدیک کرد. این هم بود معنای کلمات. خدا کنه که فهمیده باشین و مشکل باقی نمانده باشه. راوی حدیث را هم بشناسیم که چی کسی این حدیث شریف را روایت کرده. اسمش سهل، اسم پدرش سعد النساء عدی هست. لقبش ابی العباس و در زمان جاهلیت نامش حزن یعنی غم بود. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را به نام سهل یعنی آسانی نامگذاری کرد. این صحابی بزرگوار در بسیاری از غزوات هم اشتراک کرده و در سال 88 هجری به عمر 96 سالگی دار فانی را وداع میگه. معنی حدیث شریف را هم بفهمیم که این حدیث چی معنی را بر ما میرسانه. حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن: من و پرورش دهنده یتیم در جنت مانند دو انگشت یک دست پهلو به پهلوی هم می باشیم. به این شکل که اشاره میکنه. راوی حدیث میگوید که دو انگشت خود یعنی انگشت وسط و انگشت سبابی خود را به هم نزدیک میسازه. یعنی زمانی که شخص پرورش یتیم را به عهده میگیره
و این از جمله احوال هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی مژده هست که بر شخص داده که در جنت در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با پیامبر صلی الله علیه و سلم یک جا می باشه. حکمت حدیث شریف را هم بفهمیم که این حدیث چی حکمت داره. در هر جامعه اونطوری که ما میبینیم افراد ثروتمند هم وجود داره، افراد فقیر بینوا هم وجود داره، حتی ایتام و درماندگان هم هستند در یک جامعه. دین مقدس اسلام ما را فرا خوانده تا آنها را تحت سرپرستی و کفالت خود قرار بدیم و نگذاریم که احساس کمبودی و تنهایی بکنن. اگر احساس کمبودی کردن، در این صورت همون کمبودی هایی که اینها دارن اگر پر نشود، تجربه نشان داده که اینها افراد ناسالم، سنگدل، عقده‌ای، جانی و خطرناک را به بار می آیند. یعنی اینها افراد خطرناک به وجود می آیند و دشمنان دین و جامعه هم آنان را برای عملی ساختن اغراض شومشان استخدام میکنن. یعنی جامعه به خاطر از اینکه بفهمن این افراد کسی نداره و نمیتونه ازشان سرپرستی بکنه، از اینها استفاده میکنن و دست به ویرانگری میزنن و فضای زندگیشان را سخت و تنگ میسازن. پس وظیفه توانمندانی هست که تعلیم و تربیت سالمی افراد را به عهده بگیرن و رسالت و وظیفه دینی خود را انجام بدن و اجر و پاداش زیاد را هم در قبالی کار را که انجام میده به دست میارن. یعنی ما گفتیم زمانی که شخص یتیم را پرورش میده، او را به ثمر میرسانه، الله متعال هم برش اجر را نصیب میسازه و حتی در روز آخرت با رسول الله صلی الله علیه و سلم هم یک جا می باشه. استاد من یک سوال دارم. سوال دارین؟ بسیار خوب. بهشته جان سوال داره. سوال چیز بهشته جان؟ اگر برای طفل یتیم رسیدگی نشود چه عواقبی می داشته باشد؟ بسیار خوب. بهشته جان سوال کردن که اگر برای طفل یتیم رسیدگی نشه چه عواقب داره. بسیار یک سوال خوب کردی و دقت کو در جواب سوالت. ما گفتیم که در جامعه هم افراد ثروتمند و توانمند وجود داره و هم فقرا، بینوایان، ایتام و درماندگان هم هستند. دین مقدس اسلام ما را به این فرا میخواند تا ای که آنها را تحت سرپرستی قرار بدیم و آنها را سرپرستیشان را به عهده بگیریم و نگذاریم که آنها احساس کمبودی و تنهایی بکنن. اگر کمبودیایی که در زندگی دارن اگر پر نشه، اینها تجربه نشان داده که اینها بسیار افراد ناسالم، سنگدل، عقده‌ای، جانی و خطرناک را به بار میآیند. یعنی زمانی که اینها با نوع عقده و افراد ناسالم میشن، پس معلوم دار هست که در جامعه با خشونت ها و یک بالای افراد دیگه هم خشونت میکنن و ظلم میکنن و برشان فرق هم نمیکنن. اگر به اینها رسیدگی شود در قسمت پرورششان، در این صورت اینها تربیت خوب شوند، هم نزد الله متعال اجر ثواب داریم و هم در روز قیامت در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یک جا می باشیم. و در رابطه با این درس فواید هم وجود داره که این فواید هم یاد بگیریم. مقام پرورش دهنده یتیم، یعنی کسی که یتیم را پرورش میده چی جایگاه و مقام را داره. مورد دومی هست که استفاده از وسایل در تعلیم، یعنی از وسایلی که واقعا نیاز هست در تعلیم پرورش یتیم استفاده صورت بگیره تا اینکه اون کمبودی هایی که او داره را از بین ببره. در رابطه با مقام پرورش دهنده یتیم هم براتون بگویم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این مژده را به سرپرست یتیم داده که او را در روز قیامت در کنار آن حضرت صلی الله علیه و سلم قرار میگیره و در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که باشه، معلوم دار هست که الله متعال هم اجر و پاداش را در دنیا هم نصیبش میسازه و هم در آخرت. در دنیا یک شخص شاید در دنیا یک کسی می باشه که کمکش به اون یتیم رسیده، دستش گرفته و او را از حالتی که واقعا نیازمند هست نجات داده. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مژده بودن در بهشت بایش داده. مورد دوم، استفاده از وسایل در تعلیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ذهن نشین شدن یک مطلب در ذهن مخاطب از اشارات دست مبارک کار می گرفتن تا اینکه مردم بفهمن و واضح شود. یعنی زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت میکرد و سخنهای خود را با اشارات دست مبارک میفهمون به همگی تا اینکه همگی بفهمن که هدف حرف پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بوده. یعنی زمانی که گفته بود شخصی که سرپرستی یتیم را میگیره با ما در بهشت یک جا خواهد بود و دو انگشت خود را به شکل یک جا کرد و گفت که به این شکل. یعنی این اشاره به این هست که مخاطب خود را بفهمونه که واقعا هدف از این اشاره، از این حرف سخنش چی بوده.
خب شاگردای عزیز، درسمان را همین قدر بود. سوال شما دارین؟ نه بسیار خوب. وقت سوال باقی نمانده، پس درسمان را یک جمع‌بندی میکنیم. در رابطه با درس ما موضوعات را خواندیم، در موضوعات بسیار مهم و خوب. ای که پرورش یتیم کدام موارد را در بر میگیره. در رابطه با آشنایی با راوی حدیث بود، لفظ عربی حدیث هم که خواندیم، معنای کلمات هم فهمیدیم، ترجمه حدیث شریف را هم یاد گرفتیم و در قسمت حکمت و فوایدش هم یاد گرفتیم. ای که ما اگر یتیم را پرورش میکنیم و سرپرستیش به عهده میگیریم، نزد الله متعال اجر و ثواب بسیار زیاد بر ما نصیب میشه و در روز آخرت در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم میباشیم. و حکمت های هم در این درس وجود داشت که اگر یتیم امو در زندگی خود مشکلات های داشت، خلاهای در زندگیش بود و باید افراد توانمندی را حمایت بکنه و سرپرستیش به عهده بگیره تا اینکه امو خلاها و خالی های یتیم پر شوه و اگر پر نشه در این صورت تجربه هایی که بوده نشان میده که اینها افراد عقده‌ای، افراد ظالم و افراد کینه‌ای به جامعه تقدیم میشن و حتی میتونن خطرهای بسیار را به جامعه هم برسانن. و در رابطه به درس همه موضوعاتی بود فهمیدیم و در قسمت فواید هم گفتم براتون که مقام پرورش دهنده در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز آخرت هست و استفاده از وسایل در تعلیم، این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر از اینکه موضوع خوب ذهن نشین شود به مخاطب با اشارات دست مبارک حرکات انجام میداد تا اینکه مردم خوب بفهمن و یعنی همون جایگاه مقام یتیم را هم بدانه که کسی که سرپرستی گرفته چه جایگاهی را داره. شاگردای نازنین، درس امروز همین قدر بود و یک سوال هم در قسمت اخیر شما داریم. کارخانگیتانی هست که یتیم کیست در مورد چند سطر بنویسید. دوباره تکرار میکنم، یتیم کیست در مورد چند سطر بنویسید. کارخانگیتان با دقت نظر به درس حل بکنین و مشکل باقی نمانه. شاگردای نازنین، درس امروز همینجا پایان میرسانیم تا درس بعدی. الله حافظتون. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.